سر صحبت روز معارفه آیه حمید علی تو انتهای صحبت آیه مرتضی بدون چالش بفرمایید. آقا سلام، حمید خوشحالم بازی می‌کنم. مدام بهتون بچسبه. یا از مهندس شهروندی میگیرم. من. نه نفر از صحبت میگیرم. ببین آقا من به نظرم تو 6 تو 7 تو 9 مافیا زیاده. بچه‌ها سلام، اسمم الیاس، خوشحالم دارم باهاتون بازی می‌کنم. امیدوارم که سایه پدرمادر همیشه رو سرتون باشه. یکیشون نباشه دیگه اون آدم صادق نمیشه. حمید که خوب بود به نظرم، شهروندی حمید جان. بله تو 6 7 8 مافیا زیاد است. آقای محمد عزیزی که یکم دیرشون هم شدم فکر کنم فردا به دیرتون شدن حتما کمک می‌کنم زودتر. ماشاءالله یکم دیگه. نه اینجوری که نمیرم. یه دو تا دیگه باید این ور اون ور کنی تا برم داداش. فعلا شما میتیمتون رو تحلیل کن تا برسیم بعد. تو 6 7 8 پر مافیاست. نکس. خوشحالم بازی میکنیم. امیدوارم خدا همه جای زندگی کنارتون باشه. بازی هم بهمون خوش بگذره. نفهمیدم قبلا مافیا هست یا نه. اشکیل یه ذره برام مشکوک بود که کی حس شهروندی از من میگیره. یک خیلی جمله منطقی نیست بگی. شما چرا دیسلایک دادی عزیزم؟ یعنی محمد عزیزی اینقدر برات شهروندی یا الیاس فکت داره؟ الیاس فکت داره. خب پس فکتش رو بگو شاید کمک کنه. نکس. آقا سلام دوستان، خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی می‌کنم. ببین علی، قبلت مافیا نداری چرا بهش تارگت میزنی؟ فقط موزش میاری پایین تو بازی. باز اون اگه مافیا داری، الیاس گفته به نظرم شهروند، تارگتش نرفت، تارگت کرد تو بازی. خودت مشکوک بودی به نظرم قبل خودم. علی به نظرم مشکوک بود. برام نفهمیدم چی دیسلایک داد، چون به 3 نفر دیگه فیلم میزد. این چی میگه؟ یکم استرس هم داری یعنی. بچم آقای الله امیرعابدم امیدوارم بازی قشنگی باشه. دو که مافیاست داداشم، چون ترنیم گفت شک خیلی باشه آدم لایک داد، دو تا سیلیگاش هم دنبال کرد. 6 7 تارگت. این از این موضوع. 8 تو 6 یه 8 که مشکوک داشتی، اون فیلینگش 9. 8 تا مشکوک تو 6 7 ماکسیمم مافیاشه، واسه 3 تا مافیا داری. این یا تاش خوشبینانش دو تا مافیاست. چجوری فهمیدید واسه شهروندی دو تا فیلینگش دنبال کنید؟ اوکی. حتما مافیاست. 9 وای به بعد میگیرم واسه. بچرخ. آقا به نام خدا محمدم. خیلی خوشحالم که جمعتون بازی می‌کنم. خیلی خوشحالم با 9 تا بهتر از خودم بازی می‌کنم. امیدوارم وقتی مرز رابطون بیاد هم زنده باشه. چیزی علی چرا تو جنگا شرکت نکردی؟ وقتی فقط به این خورده گرفتی سر اون چرا دیسلایک دادی؟ آقا من فکر می‌کنم همین جنگ اولی درسته. بهش تو الیاس مافیه ولی علی هم کارت زرنگ‌بازی داره. کارت تو که اینا اسکیپ کردن، هیچ تو کار نذاشت. ولی من مرتضی اکبرزاده رو مطمئنم مافیه. سلام و عرض ادب. اسمم که امیر محمد. امیدوارم تو هر سایتی که هستید بهترین خودتون باشه. من تو این بازی شهروندم. 2 تا چیز تضمین شده است. اینکه گان بیاد دستم حتما مافیا میره، دوم که وارث رو من بزنه حتما مافیا میشه. حمید علیپور برام مشکوک بود. شما فکت نظر سنجی کی از من وایب خوبی میگیره، دیدی که شما وایب خوبی نمیگیره، با این نتیجه راهش الیاس اصلی که رفتار پلیر دیگه دنبال دیگه برای کردن. رفت اینای شماره 1 تو بازی گفت شهروند، 2 تا تارگت فیلینگش هم تو بازی تارگت. حتما داخلتون تو بازی مافیا هستش. این آیه امیرعابدم به نظرم حتمی شهروند. این با دیسلایک خارج ترمی به شما تو بازی دادش بود، این حتمی شهروند. فردا کاورش می‌کنم. نکس. سلام دوستان، امیرحسین خسروی ام. امیدوارم بازی خوبی باشه. الیاس من تارگت زدی، تو اکتیو بگیر خوبی هستی. منم شهروندم. به نظرم حتما مافیایی. آره. با دیالوگ هم نمی‌کنم. حتما مافیایی. چون نه محمد عزیزی رو مافیا داشتم، نه امیر محمد آقای مافیا داشتم. حتما مافیایی. پنجم به نظرم شهرونده. بین شما 2 نفر هم باید مافیا باشه. تو گفتی آقای علی مقدس چرا اینجا موضع اینا رو آوردی پایین؟ خب 2 نفر شهروند برو علی مقدس تارگت کن. تو پهلو بازی کردی. آره اینجا که حتما مافیاست. الیاس اصغری به نظر من. بله یا الله سلام، من اسمم ناصر، باعث افتخار دارم تو جمع شما مافیا بازی. ببین من به نظرم بهترین روش بازی برای فردا اینه که بازی رو بسپاریم دست الیاس و تارگتاش، یعنی هم بازی رو فریز کنیم بین خود. من که مطمئنم مرتضی بعدم مافیاست، یقین دارم این پلیر شهرونده. از 1 تا 9 الان صحبت کردیم، یه لایک و دیسلایک نداده. بغل من صدای نفساش دارم میشه میز داره میلرزه. خیلی استرس داری مرتضی، به نظرم حتما مافیایی. یعنی من عجیبه که قطعی مافیام کسی که هنوز صحبت نکرده. که از این من به نظرم الیاس شهروند بود. آقای شماره 5 به شدت مشکوک بود. امیرحسین داداش
من همیشه میفهمم تو شهروندی، راحت میفهمم. این بازی متوجه نشدم. سلام دوستان، مرتضی بازیتونم خیلی خوشحال می‌شدم باهاتون بازی می‌کنم. ببین آقا، بین این ناصر کاملا که نوعات مافیاست. این که یعنی کلا باشه همین معارفه تا آخر بازی ساید می‌گیرم. حالا ناصر شما چجوری فهمیدی الیاس؟ به نظرم الیاس مافیاست با خود چشم باز می‌کنه. چون علی مقدس مشکوک بود. علی مقدس الیاس خیلی از شماره رو کاور کرد. درسته؟ تو شماره 1 رو تارگت کردی، در مورد الیاس هم نظر نگی. پس من میگم بین 2 و 3 قطعه به یقین مافیاست. نه، محکم بزن الیاس. محکم بزن. چون مطمئنم با همین نوع چشم باز می‌کنی. شما فهمیدی الیاس قطعی شهرونده. کی؟ پزشکه. فایت بین من و شما دوتای با هم. شب لطفاً همه ماست. وارث اعضای گروه مافیا بالا. رئیس مافیا لای جادوگر لای جلاد اعضای گروه مافیا. خب نقش‌های شهروندی که صدا میزنم بیدار شن و بیدار بمونن. زره‌ساز خب کاراگاه خب عطار خب شهروند مظلوم. سر صحبت روز یک آقای حمید با طرف چالش بفرمایید. چالش هم بدم به 7. چون ببین آقا، من مافیای ترن معارفم تو 4 5 7 10. چرا؟ چون آقای 7 که به نظرم دیالوگ خیلی اشتباهی بود. وارث من میگم شما نقشداری بود، وارث بزنن کیک بشین آدم. وارث بزنن آدم میشه. مثلا حرفی که تو ترن زدی بعد اصلا این هوا تحلیل نکردم. پس صبر می‌کنم چی میگی؟ آیه شماره 5 این لایک بودیسه که برای الیاس اصغری فقط متقن نبود اینجوری دادی مثلا نفهمیدم. خب فقط چون منو شرمن کرد با تارگت دیگه من تارگت می‌کرد حتما. نه نظرم مرتضی کارت خودش رو نظرم بازی کرد. تو هم به نظرم متین گذاشت بازی دادی. به نظرم تو 4 5 7 10 مافیا زیاده نیست. اولا اینکه اگه وارث هم کسی همچین جمله رو بگه وارث رو من بزنه نامیرا میشه. اگه شهروند باشه هیچ اتفاقی چه شهروند ساده چه شهروند باشه. نکته اول داخل هیچ فرقی نمیکنه. وارث شهروند ساده هم بزنه داخل بازی نمیمیره تا زمانی اون شهروند ساده داخل بازی. ناصر کاملا معارفش مشهور. ببین ناصر جان، شما اگه معارفه میخوای بازی رو توی تارگت های الیاس و خود الیاس نگه داری، دیگه ایجاد کردن سایت سوم با آقای مرتضی اکبرزاده کار اشتباهی بود داخل بازی. چون شما یه تصمیم مهمی تو بازی گرفتی، فهمیدی الیاس اصغری هر چی باشه تو خودش و تارگتش داخل بازی مافیاست. چالش این که بخوای مرتضی اکبرزاده بعد تو بازی آمبور کنی، رفتار کارت شهروندی نبود. نکس چالش تو نمیدم تو اونور جنگ شکل از این امیرحسین عابدی گوش کنید بچه‌ها. آقای امیرحسین عابد سیت 5 بازی نشسته، الیاس اصغری سیت 2 بازی نشسته. میگه الیاس اصغری فکتش اینه که یه نفر رو رفته شهروند کرده، رفته پشت کارت این آقا دو تا فیلینگیش هم تارگت کرد. نکته اول بازی وقتی که داشت پازداز دیدید که من فیلینگ اینجا گفتم دارن شو میشن. این ریاکشنی بوده که من دادم نسبت به اینجا قبل از اینکه این آقا بخواد فیلینگ اونور بزنه. پس این آقا رفته رو فیلینگ من تارگت داده اون طرف. حالا نکته بعدی من اومدم چیکار کردم؟ گفتم 6 7 8 9 از چیز کشیدم کنار به جرم اینکه من 9 از کشیدم از فیلینگی این آقا کنار، دیگه میگه نباید به این آقا میگفتم شهروند بازی. این از خب به نظرت من مافیا بودم. این آقایی که بازی رو دیروز چیکار کرد؟ تو معارفه گفت علی مقدسی که به الیاس اصغری گفتی شهروند، تو مافیایی، چرا اینجا رو تحلیل نکردی؟ امیرحسین عابد که کف دکی اینجوری بهت بگم. خب همین فکتی که آوردی واسه آقای محسن کاملان، این آقای محمد عزیزی همین کارو کرد. جانم
اوکی بله با تایمیزی شروع کنیم. چالش برای آقای مرتضی. همین در این به نظر که کارت مافیایی تو میدید ایشون آره من میگم بین 1 2 3 2 تا مافیاست با هم بچید هیچ کدوم هم به اینا چیز کاپو نمیده. آقای عزیزی رو تا دندون کاور میکنم، این پدر تا دندون کاور میکنم، خودم شهروندم. این آقا نوآز مافیا منو کاپو کنید بین الیاس این آقا الیاس شما نفهمیدن تعریف کنید چطور اگه خورده ها رو بگید جا نکردید من خورده بگیرید به این سه نفر که فعلا مشکل مثلا رای کاپو نمیدید چون به نظر بینشون 2 تا مافیا عزیزی و شما رو تا دندون کاور میکنم نیست خودم شهروندم. من از خودم عذرخواهی میکنم که چالش رو دادم. آقا جدی ببین عزیزم، خب من دیگه نبودم تو ستای اول دیگه. من چالش دادم تو فشار بذاری رو یارامو، یعنی اگه اون مافیاس فشار بذاری رو اون، اگه اینجا مافیاس فشار بذاری اینجا دیگه. من بکشید کنار. شما الان دکتری و میری میفهمی، پس کارت تو باید بکشی کنار. الیاس، آقای امیرحسین عابد، امیرحسین خسروی توشون 2 تا مافیاست، قطعی 2 تا مافیاست. الیاس اصغری ترن معارفه فیلینگش، ببین امروز الیاس داره با فکت تارگت میزنه، در صورتی که میدونی فیلینگو بگیره از یکی، چون فیلینگش این خطه بوده حتما باید مافیا فورسش رو این خطه انتخاب کنه. امروز فشار رو امیرحسین نذاشت، فشار رو امیرحسین عابدی گذاشت که کوهی از استرسه. اگه شهروندی با این وضعیت نمیتونی الیاسو بکنی بیرون، پس برگرد به بازی عزیزم، بفهمم شهروندی کمکت کنم. نکس چالش برای شماره 8 بعد از ببین حمید جان، امروز نباید من تارگت می‌زدی داداش، چون ما رفتیم به کسی تارگت زدیم تو بازی که روز یک معارفه فکت تو رو آورده بود، موضوع شما رو آورده بود پایین آقای علی مقدس تو بازی. ما به کی تارگت زدیم؟ به این آقا معارفه تارگت زدیم. درسته؟ تو ذهن تو که اصلا شماره 4 بعد حتما شهروند بود تو بازی. امروز که اصلا نباید من تارگت بزنم، یعنی کاپو بشم که حتما شما رو با گام میزنم، چون اصلا امروز اصلا ما رفتیم به علی تارگت زدیم که علی موضوع تو رو آورده، تو موضوع تو رو بالانس کردیم، ولی امروز تو فهمیدی ما مافیا تو بازی. به نظرم خودت که تو بازی مافیایی. مرتضی به نظرم شهروند بود آقا، نمیذارم بهش تارگت بزنی. ناصر جان اینجوری من بخوای تریکر بکنی بیرون خودتون میکنم از بازی بیرون. بین 2 و 4 نفهمیدم، 2 و 5 نفهمیدم کی تو بازی مافیا است. این مافیا قطعی فعلا بین 2 و 5 ندارم. حمید به نظرم مافیا بود. تو امروز کارت محمد عزیزی رو باید تحلیل می‌کردی علی. آره چون با یک فکت ببخشید. ببین آقای علی مقدس که به نظرم مفلس فکتشو میارم. علی مقدس مفلس فکتشو میارم. بین 2 و 5 هر کی مافیا داره، این آقا میگه آقای الیاس اصغری مافیا بود یا شهرمان بود. با چه بیس آقای الیاس اصغری باش دیالوگ کردی؟ مافیا باشه باید بگی بین اینجا یار داشته، نرفته 6 تارگت زده، نرفته 7 تارگت زده، نرفته منو تارگت زده. بین 2 و 5 به نظر مافیا بوده که اومد یه تارگت مجزا رو زدی، خب اینجا بوده بازی رو گذروندی، با من برش تارگت زدی. بین 2 و 5 اگه مافیا باشه آقای علی مقدس به نظرم حتما مافیاست، چون اومده من تارگت زدم، من حتما شهروندم. الیاس فشار رو نذاشتی باید بازی میکنم، حتما بین خود تو تارگت میگم مافیاست. آقای علی مقدس به سایت خودم میکنیم بیرون، حتما مافیاست. ببین علی جان بعد من صحبت کن داداشم. بین خودت و 8 مافیاست، اینجوری باید بازی میکنم. من نفهمیدی الیاس چیه امروزم دیگه، اینجوری باید بازی میکنم. دیروز از من پرسیدی گفتم فکت داره تو نفر داداشم، این هنوز شما فیلینگاتو نزده بودی لایک داد رو شهروندی شما آقای الیاس. رو شهروندی اگه میدونست شما میخواید فیلینگاشو بزنی، مثلا شما با این پیش اولا که من نمیذارم شما اینجا چه شماره های مافیا دارید عزیزم، که یه بلوکی آدم من الان زاگیدم این بره معلومه در فیلینگ مافیا دارم، یه 8 تا که من خورده میگیری. این که از این موضوع تو که شو کرده، چون من فیلینگام اینجا بود، این که قبلش لایک دادم، شما مثلا این نفهمیدی ترنت لایک داد بعد فیلینگ شما رو دو تاشو فالو کردی شما. من میگم علی جان بین خود تو 8 مافیاست، توی 1 و 2 حتما حضور مافیاست. یک داداشم فکتی واسه اینکه گفتی که اشتباه، این قبلش لایک داد بود، پس توی 1 و 2 مافیاست، تو 8 و 3 یعنی 1 2 3 8 2 تا مافیاست، بقیه یک به نظرم یه مافیاست. چون 10 رو که ترن عجیبی رو گذرون، شما هم بهش گفتی شهروند، اشتباه کردم شدم مافیاش کردن نشین در این آقا هم گفت شهروند، پس 10 شهروند 7 تا اصلا معرفت شهروند داشتم، 8 با اینکه کاورم کرد زیاد شهروند نشدم، تو 8 و 9 مافیا داشتم معرفت. تو 1 2 3 8 9 به نظرم حتما 2 تا مافیا، تو 5 تا دیگه مافیا. بچم
چالش دادم داداش به استرس داری؟ به من دادی؟ بله به شما چالش دادم استرسی که تو داری بابا اینجوری هم نمیتونی. مگه فکت ترن معارفه برای آقای الیاس اصغری این نبود که رفت دل حمیدو به دست بیاره، رفت تارگت فیلینگاش تو تارگت زد؟ خب از دل به دست آوردن نبود دیگه، همون لایک داده بود دیگه، دل نمیخواست به دست بیاره که دلو به دست آورده و گفت من از شهروندی میگیرم. چرا باید بره تو لوکیشن که خودش مشغول داره این تارگت زده اینو شهروند کنه، پوینتو به حمید اشکیلم بده؟ پوینتو خودش برمی‌داره دیگه. مشکوکی امیرحسین رفت. عزیز دلم آقای الیاس اصغری با آقای امیرحسین عابد پس بینشون مافیاست. من کارتم مافیاست، سعی کردم سایت بین شهروند و این آقا بندازم. الیاس اصغری امروز قرار فشار رو بذاره رو امیرحسین عابد. من الیاس اصغری بکنه بیرون فردا تو رو کاور کنه که نمیتونم بکنمت بیرون قطعی. امروز من کاپو میشم میزنم میری. میشم برای مرتضی بعد از من صحبت کنم. یه لحظه این کل دیگه خوابونده فشار تکتیش گذاشته رو تو، چرا باید بین یک و دو مافیا باشه؟ باید مستقلا الیاس بودن. الیاس کلا الان کلا شو معارفه اینجا رو تارگت کرد دیگه. این دیگه فهمید فقط فشار تکتیش رو بذاره رو تو، چرا بین یک و دو مافیاست؟ حالا اون که با کارت مافیا نگاه یه چیزی با کارت هر کسی باشه بین علی و امیرحسین خسروی قطعا مافیا باشه. بین تو این قطعی مافیا، چون که اون نمیاد بین اونا مافیا داریم، بین الیاس و چیز مافیا داریم. علی نمیاد با کارت یارش بازی کنه بیاد اینجا دو تا تارگت فیلینگی اونو بزنه که نمیاد هم چیکار بکنه دیگه، بیاد دو تا تارگت بزنه. پس بین تو و این قطعی مافیا وجود داره. رو نمیدونم چرا نمیاد مستقیما الیاس گردن بگیره، چون که به تو کار نداشت که جز فیلینگیاش نبودی. آقا من چالشش داشتم هیچ وقت فکر نمی‌کردم که یکی مونده به فینال قد ساده بشه. این همدرد کسی ریاضی مافیا کار نداره. فکر نکنید متوجه میشین. بین الیاس اصغری و علی مقدس یه دونه موقع علی مقدس میشه تو الیاس اصغری نبینی. من که با شما عمر بازی کردم شناختی متوجه میشم بازی شما رو. ببین آقا این آقا نگاه اصلا یه چیزی میخوام بگم. کلا سه تا مافیا بین 1 2 3 این آقا و شما، چون من این آقا واقعا این خطه مافیا باشن حاضرم بهشون بدم، حاضرم برم روز یک کار شهروندی رو بذارم روش. اینجا با اون فساد ذکر به این آقا کاپو نکنم. آقا من شهروندی من کاپو کنم قطعی مافیا میگیرم. من چالنجم میدم شما لطفا میشه شما آقا عجیبه این آقای مرتضی شنیدی چی گفت؟ میتی میگی شهرونده 1 2 3 سه تایشون بازی رو از اون مرتضی برداشتن که مرتضی تارگت نخوره. میگه تو 1 2 3 دو تا مافیاست، یه دونه مافیا اونجا باشه کارت مافیایی مرتضی رو داری بهش میگی شهروند. عزیزم چجوری حرف مگه رو معارفه نگفتی محمد عزیزی شو مافیاست خودش میخواد مافیاست؟ امروز که حرف نزده بود چجوری فهمیدی شهرونده؟ قطعی شهرونده. ببین من به نظرم مرتضی مافیاست. الیاس داداش این آقا گفت الیاس قطعی مافیایی تو حتما شهروند روز معارفه. چی اینو شهروند؟ من امیرحسین به نظرم حتما مافیاست. بین 1 10 8 به نظرم 2 تا مافیاست. عزیزم من شما رو گردن میگیرم تو میگی ترل داخل بازی. من اصلا بین الیاس اصغری روز معارفه نگفتم داخل بازی شهروند. من اصلا رفتم الیاس اصغری داخل بازی تارگت کردم. شما که مافیایی اصلا من خلفشی میکنم. تو 2 3 5 8 به نظرم بیشتر از یه دونه مافیا نیست داخل بازی. تو 1 14 بیشتر از یه دونه مافیا نیست. خودم کارم شهروند 6 6 9 سیف ساید محمد عزیزی اینا ناصر خان بدن. اینا ناصر من چالش گرفتم تارگتش کردم، الان چالش دادم به خودش هیچ از برآیند تحلیل اینجا داخل بازی نداشت. داخل بازی فهمید من داخل با یه فرد درو فهمید من رفتم با آقای الیاس اصغری داخل بازی گفتم معارف شهر. من که به الیاس اصغری گفتم داخل بازی شهر. این آقا ترش کارتش مافیا باشه بعد بگی باکسش رفت بازی شهروند داخل بازی. بعدش دیگه شهروند تو بازی کاور کرد. چرا؟ چون یه دونه مافیا تو لوکیشن من محمد عزیزی آقا تو بازی گردن گرفتن. شما که مافیایی حتما به نظر من حتما کسی را کاپو می‌کنه شما از نظر کنید. نکست الیاس بعد من صحبت کن. آقا تو روند بازی خود الیاس صحبت کرده تو لوکیشن تارگت که معارف من تارگت بعد میگم حتما اینجا بهتون سایت هست حتما مافیایی. آقای سیت 3 بین 2 و 5 مافیا ساید بی باز کردی باید به تارگت بزنم. تاش باید بری بگی فقط حتما 5 مافیاست. چون من کارت کشیدم شهرمند ساید بی باز کردی با کارت خودم باید بگم علاوه علی مقدس به نظرم حتما مافیاست. اینجا هم حتما مافیاست. ورود به بازی آقای علی مقدس این بوده بین 2 و 5 مافیاست به منم تارگت زده. تمام براینده معارفان خود آقای الیاس رفته به خود من تارگت نزده گفتی اینجا حتما مافیاست اومدی به من تارگت زده. آقای علی مقدس که به نظرم مافیاست اینجا هم به نظرم مافیاست.
آقا چالش شما حتما میدی به حمیدرضا اشکیل. حمیدرضا اشکیل بیاد تو بازی من بفهمم حمیدرضا اشکیل چیه. دوست داشتید منو کاپو کنید که واسه تو مافیا میذارم. این نکته بهتون بگم. ببین علی جان قربونت، این آقای امیرحسین داره مهدی متین از سرش بازی رو میگذرونه بین شما دو تا که حتما مافیاست. داری فصلاک میدی به مافیای امیررضا اشکیل بینتون که حتما مافیاست. خب آقای امیرحسین عابد اینجا یه دونه ما دو تا با هم میتونیم مافیا باشیم. خب یه دونه مافیا داری، خدا پدرتون. اینجا یار الیاس اصغری کدوم بود؟ تو 9 و 10 من چیکار کردم؟ گفتی اون آقا که شهروند بود چالش نمیدم تا اونجا وارد جنگ نشید. هر چی که هستید بازی رو بزنم رو خودم و سایدم که روز یک سایدم باز بشه. بعد تو میگی تو اینا دو تا مافیا بین ما مافیا هست. چی؟ اون آقا مشکوکه چون از کارت شهروندی شما اون آقا تارگت نخورده. دیر معارفه منو تارگت که معارفه منو کاور کرده، امروز تارگت نخورده. پس مشکوکی تو ذهنم. اینجا کی میکنم بیرون؟ من به نظرم علی حتما شهروند. علی مقدس چون این آقا که بابا این چی میگه علی مقدس مافیاییه که بین ما یار داره. علی مقدس چیکار کرد؟ چالش داد به مرتضی. مگه اینجا نباید یه دونه مافیا باشه؟ یه دونه مافیا اینجا که علی مقدس شهروند میکنه. علی مقدس چی گفت؟ چالش برای آقای مرتضی. تهش گفت مرتضی پشیمون شدم از چالشی که دادم. یعنی من اگه مافیا باشم که ایشون شهروند کرد. خود این مرتضی مافیا باشه که رفتار این دو تا با هم یار به یار نبود. پس علی مقدس مافیا داره که ما باکسمون بچه‌ام شه. الیاس چی داری میگی داداش؟ علی مقدس به نظر شهرونده. خودت کارت شهروندی مرتضی تو شما دو تا مافیا داشته. من چی گفتم به نظرم بهترین سایت بین خود یک و یعنی کارت شما رو من سر دادم. خب تو به الیاس نگفتی شهروند، یکی اینجا گفتم شهروند فهمید فکر کردم من بهترین کار کردم. اینها یارای من بودن چالش من ندادم. ببین داداش بازی از محله فکت و اینا به نظرم خارجه. مثلا چون من مرتضی اکبری یه جوری داره بازی میکنه که من دارم آنتریک میشم بکنم شب بازی بیرون، ولی فعلا دارم خودم رو کنترل میکنم. آقای امیر محمد آقای فهمیده توی 2 3 5 و 8 چند تا مافیاست، ماکسیموم یه دونه مافیاست. آقای مرتضی اکبرزاده چالش گرفته گفته 1 2 3 من و این آقای امیرحسین خسروی تو اون دک مافیاست. تو رفتی کسی رو گردن گرفتی که داره مرتضی اکبرزاده که داره 4 تا شهروند با هم دیگه تارگت میکنه رو تارگت میکنه. چجوری فهمیدی اون آقا قطعی مافیاست؟ با چه منطقی رفتی گردنش گرفتی؟ با ریاضیت نباید میرفتی آقای ناصر کاملان تو بازی گردن میگرفتی. مافیایی امیر جان، مافیا هستی. اصلا دیتای این که این آقای الیاس اصغری من این آقا اون آقا تو اون یه دونه مافیاست برای شما به نظرم زود بود تو روز یک فهمیدنش. به نظرم از مافیاییت خیلی زیاد تو شما امیرحسین خسروی که حتما مافیاست. اشکیلو تو کمکش کردی اگه مافیاست از زیر فشار در بیاد. ما گفتم تو سایت چجوری وقتی خودت رو بازی مرتضی اکبری حساب نکردی رفتی به همون فکر مستقل بودی؟ خودت داری میگی من مرتضی اکبری نمیخوام بازی حساب کنم، رفتی من تاگز دوست دارم. ببین آقا من به نظرم نمیدونم مهدی متین مافی نفهمیدم. بهتون چالش ندید. من مافیم تو 58. چرا؟ چون تو خودت یه جایی بازی کردی و گفتی الیاس باید بازی میکنم تارگت از بازی بده بیرون. تن این آقای امیرحسین عابد شد گفت به نظرم تو علی مقدس و 8 مافیا هست. در واقع موضعش مشخص بیان نکرد. خب کدوم مافیا که تو رو تنش سرتش کاور کرده بود. پس طرف اونجا فقط به نظرم تو 58 حتما مافیا هست. من نمایندگی تو 58 دارم بالا میزنم. آها ببین پس نوع چیه آقای داشتی؟ خب نمیدونی که آقا من امروز کاپو کردیم. خب من نوع که قطعی میارم بالا. آره خب من بودم کاپو رو شما بده به من. عزیز تو هم یه جایی مشکوک شد یا الان بعدت اومد بهت گفتم شهروند رئیس مافیایی. بعدت اومد برای چی من رو تارگت کردیم؟ این آقا گفت مافیایی لایک دادی؟ هم ذهنم درگیر. یکی اینجا گفت مافیایی لایک دادی خودم دیدم. من کار داشتم شهروند. من که کاپو میدم به آقایی. مرسی. از سر صحبت امروز میریم برای دنگ تفنگ کاپو. لطفاً نکنید. آقای حمید بفرمایید. من میدم علی مقدس. علی مقدس. الیاس اصغری. علی مقدس. مرتضی اکبری. الیاس. علی مقدس. آقایی. آقای علی مقدس تفنگ کاپو گرفتن. اعلام تارگت بفرمایید.
کیه تارگت هم مافیات کیه؟ چی؟ تو 5 و 8 5 و 8 ببین امیر محمد خیلی عجیب بود بفهم مثلا نگاه من تارگت زدم به اون آقا اون منو گردن گرفته سر صحبت گفتم تو الیاس اصغری این آقا اون آقا 2 تا مافیاست تو ترنت فهمیدی تو این آقا من این آقا یه دونه مافیاست خیلی کار سختیه میترسم شعبان میشه درست فهمیده باشه من واسه خراب کنم اصلا ولش کن همون 7 تا 8 تا شب لطفاً همه ماست اعضای گروه مافیا بالا وارد روند دفاعیه میشیم. آیه شماره 7 بفرمایید. ببین علی جان عزیزم من معارفه گفتم شما تو بازی شهروند شما روزه گفتی تو 2 5 8 تو بازی 2 تا مافیاست من باز دیسلایک دادم گفتم آدز داره شما شهروند شما به نظرت الیاس اصغری مافیایی ممکنه باشه که با این آقا تو بازی چین باشه یا با امیر عابد تو بازی چین بوده داخل اگه الیاس اصغری به نظرت باز تو بازی مافیاست من کار اشتباهی نکردم داخل بازی کسای دیگه دارن کار اشتباه در حقش میکنن شما مگه نمیگی داری آنتریک میشی مرتضی اکبرزاده رو از بازی بکنی بیرون خب من چجوری باید به مرتضی اکبرزاده رو هم ترنش اعتماد کنم داخل بازی من کارت ریاضی شهروندی خودم داره ساید میچینه اصلا تو شما دو تا 2 تا مافیا باشه تو 2 3 5 2 تا مافیا باشه من شهروند قطعیش میشم داخل بازی چون یار این آقای شماره 5 نیستم معارفه دیسلایک بدم روز یک دیسلایک ندم 2 تو بازی برام هیچی باشه بین آقا تو بازی نگم شهروند به شما بگم تو بازی شهروند پس آروم باش اگه خواستی گانتو بزنی سایدتو باز کنی با این آقا باز کن من شهروندم آره به نظر من اینجا خود حتما شهروندی آقای علی مقدس که به نظرم حتما مافیاست مافیا قوری بالا استاد مافیا کاپو کرد مافیا آقای علی مقدس مافیاست فهمیدی بین دو الیاس که رفتارش به نظرم شهروندی بود گفت 5 بیا پاسدارشو باز بکنه به نظرم شهروند بود اینجا که باید مافیا می بود گفتم اینجا به نظرم مافیاست آقای علی مقدس مافیاست اینا ترمشون گفتن آقای علی مقدس مافیاست باز به خود منم تارگت زدن آقای علی مقدس به نظرم مافیاست امین محمد آقایی به نظرم شهروند گام پاس بزنی به من بزن من خودت وصیت میکنم حتما مافیایی بین 5 2 که به نظرم بی شهروند 5 هم یادت بفرمایید. امیر محمد مشقی آقای امیرحسین آیه امیرحسین وصیت بعد من فقط آقای علی مقدس زدگی میکنیم آقای علی مقدس با 5 حتما مافیا کاپو کرده مرسی لطفا آره لطفا روند بازی رو ترک ساید پلیر خارج شده مافیا همه لطفا همه ماست اعضای گروه مافیا بالا جادوگر به تنهایی خب زره‌ساز
در شبی که گذشت خدافظی کردیم با آقای شماره 2 آقای الیاس. سم وارد بازی شما شد. سر صحبت امروز آقای مرتضی شماره 10 با تعارف چالش بفرمایید. مرسی. خب باشه. ببین علی جان به من که امروز نمیخوای بگی مافیا دوم کارش، چون من چالشمو دادم هدفدار به خودت 8 از 4 چالش گرفت. گفتم با اینکه معارف 8 منو کاور کرده داداش به من به فکت استرس تاگیر نزن، برو 8 رو گردن بگیر. من 7 کاورم کرده آد میذارم شرمم میشه، ولی 8 که منو کاور کرده تو معارفه، چون آقای الیاس بعد بهش تاگیر میذارم، من نباید بهش تاگیر بزنم، ولی منم کاورشو پس دادم تا 1% دو شب. همین جا شما تو کار اشتباهی کردی داشتم. الیاس رو نخواستی بهش خورده بگیری، گفتی تو 58 تا داشتم. الیاس میگفت سایت بین خود تو 4 داشت شهرونده میگفت تو بین تو و مهدی متین خارجی تر لایک و دیسلایک میدید بین تو مافیاست. شما چالش گرفتید گفتید تو 58 مافیا گذاشته بودید تو سایت، ولی بازی رو با دو مگه دوستی داره کنید تو سایت متین رو فقط بیشتر به دو تارگت نزنید. پس حمیدم مشکوکه تو ذهنم، من اینجوری بازی میکنم فعلا تا ترم ببینم علی چی. آقا ببین من که از مقدس فروفان شهروند چون گان اول مشروع زدی میگم شهروند. من مافیام بین یک آقای عزیزی، به نظرم بین شما دو تا قطعی باید مافیا باشه. ناصر کامران تو یا المقدس 800 لایک زدی یا فکر کنم نیستی مافیا. حالا فعلا نمیخوام تو اگه واقعا شهروند باشی خب، چون من گفتم من که تاگیدام درست بود، گفتم آقا بین 1 2 3 8 9 دو تا مافیا، یکیش در علی مقدس داده، یکیش هم که حمید علیپور. به نظرم سومیش هم آقای عزیزی. من 1 و 6 به نظرم میتونم مافیا. چالش برای علی بعد من. سایت بین خودت و یکه. این آقا دیروز میگفت تو 1 2 3 دو تا مافیاست. علی آقا شما داشتی بعد یارمون گردن میگرفتی، به تهران رسید دادم حتما شهروندی، چالش خودمو دادم بهت، گفتم علی اینو بیار، داشتی نماینده کاپو شدی گفتم اینجا بیار، اینو نمیدونی چیه. من خودم به ایشون تارگت نزدم. مرتضی چی بود داداشم گفت 1 2 3 توش دو تا مافیاست. این حرف زد به نظرم اینو گذاشت لادر. این آقا شماره 8 حرف زد به نظر مرتضی رو گذاشت لادر که میگفت تو مافیا اینجا یه دونه مافیاست. چون شما مافیا باشی ما دو تا با هم شهروند میبودیم، حتما شما کارت مافیا شما میگفت ما دو تا با هم شهروند. پس امروز ساید میگیرید آقای حمید، این آقا مطمئن شما مافیایی. پس امروز ساید واضحه، بازی بین خود مرتضی من حداقل دیروز شما مافیا تارگت میکردم، علی مقدس و آقای شماره 2 میگفتم ول کنید 8 رو بیارید بالا. این آقا داشته من تارگت میزد، گفتم اینم نمیخوام 8 شما مافیاست. علی مقدس شهروند کردم کاپوش کردم که یارمو بزنه. به ما تا الان بهترین پلیر براینده بازی رو از دست دادیم آقای الیاس اصغری که هم به مافیا تارگت زده، چالش هم گفت نمیدم بهتون که جنگ توتون شکل بگیره. متوجه میشی؟ پس این مرده گفته چاله، پس آت بذارید هم دیگه شعبان باشید دیگه. حالا فعلا آت بذار شاید شعبان باشه دیگه. اصلا یه مافیا اونجاست، یه مافیا دیگه که هست، به اون فکر کن کیو پیدا میکن. حمیدشکی که مشکوکه. حمید هم معارفش مشکوک بوده، هم روزه یکش مشکوک بوده. اصلا حمیدشکی ذات شهروندیش این بود که چالش میگرفت دو سه تا بین میذاشته بازی، نشست ببینه خدا چی براش پیش میاره دیگه. من چالش هم بودم با آقای حمیدشکی عوض کنم. ببین من از سیت 5 چالش می‌خواستم، چالش نرسید. سیت 9 که چالش دادم بهترین برنده بودن بین 58 مافیاست. استدلالم مثلا درست. شهروندی منو تارگت نکن. آقا من به نظرم بین 9 و 5 مافیا هست. چرا؟ بین خود موسی ساید نمیگی، چون موسی مافیا نداره. من مافیا نیستم. تو گفتی تو 1 2 3 دو تا مافیا است. این پشت شب میرم که گان زده، من هم شهروند. من ربطی نداره، من سایدیات مشکل نداره. آقای شماره 5 ترنش گفته بین خود و 8 مافیاست، اظهار نظر نکرده. خود 8 گفته با الیاس بازی کنم، این آقا باید بگه ما کسی دیگه باید 8 رو گردن میگیره تا نرفته بگیره. گفتم بین 58 مافیاست، من شهروندم ولی من تارگت نزدم. چجوری عزیزم به نظرت 10 شد؟ مثلا نمیفهمم شما چه شکلی میفهمید 10 شد. 10 گفت 1 2 3 8 3 شهروند یه مافیا تارگت کرد. من خودم امروز فهمیدم دارم بعد از این کارم میخوام برگردم داخل بازی. اینا 3 روز داره شما میگردن چون نفهمیدین اون بین خودتون شما دو تا که تو بازی مافیاست. الان آروم شدی فهمیدی تو این آقای امیرحسین به نظر تو بازی مافیاست؟ این به نظرت مافیاست؟ این مافیاش چه چندشکیله؟ آروم باش علی جان. من به نظرم شما شهروندی، معارفه به شهروندی دیسلایک دادم، فرداشم داخل بازی هی داشتی باکس می‌کردی، من حتی دفاعی هم گفتم شما اگه می‌خوای بزنی این آقا رو باید بزنی، نباید منو بزنی داخل بازی. یه رأی بدید مرتضی، یه رأی بدید حمیدشکی. منشان برای مهدی بعد از من صحبت. یه لحظه گوش کن. من یک جایی از بازی بلند شدم بودم سیف ساید بین یک و بین خودت علی با این امیرحسین، درسته؟
بعد اومدم پاوره رو گذاشتم رو تو یاد من. حالا یه چیزی حمید معارفش چی گفت؟ حمید پشت معارفه اون بازی کرد، گفت بین 6 و 7 و 8 مافیا زیاده، درسته؟ ترم یکی صحبت رفت کجا تارگت زد؟ گفت بین 5 و 7 و 10 مافیه. 4 و 7 و 10 مافیه. این حمیدی که قطعی مافیه. بعد یه چیز الیاس قبل از اینکه چیز بشه گفت بین حمید و مهدی متین مافیه. من فکر می‌کنم چه این مافیا حمیدشگیر، بین حمیدشگیر با تو و سیت شماره 10 احتمال مافیا. من صحبت تارگت نخوردیم داداش دیروز ما دیگه ما مافیا بودیم یه دونه تارگت نخوردیم. فکر شهرونده بودیم. خود این تارگتی هم کردیم با ما دیالوگ کرد گفت شهروندی دادم نفهمیدم مافیا. دنگمون دادیم محلی دیگه تو بازی اونجا مافیا داشت. شما گفتی سیف سال اینجاست ما اول نفر فست ترک دادم به این مافیا بین 3 و 8. ببین همین داداش این که شهروند بوده اینم که با گان قول شهروند زده اون آقا شماره 10 ورودش بازی بوده که بین شما سه تا 2 تا مافیاست. مگه میشه به اون بگی شب با ذهنیت خودت باید تارگتش کنی تو بازی قربونه؟ چی بهش میگی شهروند تو بازی؟ نمیفهم. این که شهروند بوده اینم که شهرونده کارت دست شهروند گفته ورودش تو بازی چالش گفته بین شما سه تا 2 تا مافیاست میگی شهرونده. خب برو بیرون دوباره صحبت کنید. عزیزم بازی مرتضی کاظم من تو بیشتر میشناسم تو ساید شهروند و خودم خود جسور بازی میکنه به پله تارگت تو مافیا موشه اینجا داره ما رو با هم تارگت میکنه. خب من میدونم شهروند میرم که گاز دادم پشت شب شده به نظر شهروند داره با هم باکس میکنه تو ساید مافیا. خودش میگم شهروند دیگه آقا اصلا ولش کن. من بازی به نظرم درست انداز گفتم تو کیا مافیاست، گفتم تو خود روز معرفه 5 مافیاست 7 مافیاست 10 مافیاست 4 تا که مافیا روز یک معرفی کردم. کیا من یار میشم علی محمد سعید من مافیا تو میگی من برم این که سایدم این فرد من تک مافیا اون آقا که من مافیا اون که میگه با من ساید لوگی واسه یارم چی اینجا بعد بفهمید من شهروندم. درست انجامش واسه من گرفتم 2 نفر بود تو جنگ بودن کارتش رو بس 58 دادم 58 به چون مافیا خودم اول تک نمی تو دادم چی من مافیا. خب کی مافیاست هم تو قشنگ این آقا چالش داد یارم باگ داد. آقای مقدسی فهمید تا قبلش که منو با استرس داشت فهمید 8 شو مافیاست. سری چالش دادم گفتم به من به استرس تارگت میزنید. من رئیس تیم مافیا بودم بعد میرفتم واسه خریداری با شات الیاس. من رئیس تیم مافیا بودم بعد میرفتم واسه خریداری داداشم. من جلاد و جادوگرم نبودم داشت فقط منو بعد باز رئیس برو بیرون وصیت نکن چون دیروز اون که شهرونده با شناخت چون این دو تا هم بازی رو عروش سر دادن. دیروز هم فهمیدی این شهرونده تو بولی که ستا اینا چند تا مافیاست با کارت شهروندی من تو این ستا 2 تا مافیا نیستش. تگ گردن میگیرم تو 6 7 9 10 دوبلی اینا دیروز گفتن این آقا شهروند این آقا چالش گرفت گفت ستا تو ما هم مافیا این آقا گفت شهروند این آقا گفت این آقا شهروند این که سوفت باهاش نمیتونی اصلا بگی تو سایت. این آقا هم که چالش تایید صحبت من چالش بهتر فیش چالشم قبل خودم شده بودم چالش تایید صحبت دیگه فهمید اینم شهروند با اونم ساید نگیرید. امروز با من شهروند تو این ستا هم گردن میگیرم یک امروز میره بیرون ساید بازی باز میشه. برو منو وصیت کن. چالش برای تک مافیا من آیه لحظه گوش کن فکر من درست بود دیگه. تو بین 4 نفر تو مافیا گذاشتی من سیف سایت گذاشتم این چه پوینت من بیشتر یا پوینت تو چالش هم نگرفتی الیاس داشت آمبولت میکرد گفت چرا چالش نگرفتی از چیز شما چالش نخواستی نشستی تو بازی چون رحمن جنگ شهروند به شهروند بود. آقای نه الان بین الان با کی سایت میگیری الان با کی سایت میگیری بین اینا اون که داره میگه شهروند میرم که میگه پوینت داره یا هم که نیست اینم که میگه نیست کیه اون دو تا مافیا کیه گفتمش. خب نه امروز تو میری سایت آقا دیگه. ببین علی اگه 6 شهروند داری 7 شهروند داری یه دونه مافیا بین 1 و 5 باز تو 9 بعد مافیا باشه دیگه نیستش به نظره نداره تو 9 مافیا 7 شهروند نداری سفسات که بین خود امیرحسین یکی به نظره یعنی به نظر حتما بینه چون دیگه این آقا این برگشت گفته داشت بین خود تو ما تو بازی مافیاست تو کارت نو زدی کنار به ما که تارگت نزدی رفتی با یک تو بازی سایت گرفتی. امروز یه رای میدم به شماره 1 یه رای میدم به شماره 5 تو بازی اینجا حتما ساید بهترین حالت اینه که این ساید تو امروز باز کنیم آقای علی مقدس باز بالا هم یک به نظر ما چالش میدم آقای شما نه اما مرتضی جان به شما بازی چالش نمیرسه چون اصلا من الان بازی هم خراب شده دوستم بکنم در بازی بینم همه دیتاهای بازی از بد بازی کردن تو و شهر مشکوک شدن تو بازی دیگه
ببین داداش امیر حسین جان، شما اگه شهروندی 7 آدز مافیاش زیاد میشه. چرا؟ چون دیتای خیلی شدید قوی رو روز یک فهمیده. الیاس که شهروند بوده، من شهروند، شما شهروند، اون آقا مافیا، یه مافیا تو ما ستا رو فهمیدنش کار سختی. یعنی من میگم شهروند اگه خطا کرده تو مافیا باشی، پس به نظرم بینش اگه شهروندی برو تارگتش کن دیگه، بین تو مافیاست. بین 7 و 5 و 1 به نظرم 2 تا مافیاست. نیکس. آقای مرتضی الان به نظر حمید شهرونده؟ با لایک و دیسلایک میگی؟ خب بگو دیگه حمید شهرونده یا مافیاست؟ چالش الان به نرسه چیکار می‌خوای؟ من به نظرم اینجا باید مافیا باشه. عزیز ببین ما دیروز به شما حمید اشکی که اگه این مافیا باشه تو شهرمندی بازی رو بد باختیم. حمید خیلی مشکوکی، دورت بگردم میگی من مافیام با 5، درسته؟ یه شهروند داشت این یارمو گردن میگرفت، گفتم شهرونده. یه شهروند داشت این یکی یارمو گردن میگرفت، گفتم اونم شهرونده. گفتم همین یارمو بکنید بیرون. خب داداش اینجوری شما بازی می‌کنی، ما گناه نکردیم شما رو امروز بکنیم بیرون. اینا میگیم ما شهروند، جایی که خود شهرونده، 3 شهروند 2 شهروند، اونجا دوباره 2 تا مافیا میگشه، شناختی بازی می‌کنه. قربونت برم. پس یه راه میدم خودت برو بیرون وصیت کن این شهروند، من دیگه بهش تارگت نمی‌زنم. بذار بدم حق علی جان داری اذیتم می‌کنی تو بازی. خب ما باکسمون تو بازی مافیا بود، گانه تو بازی جنگی گذاشتیم دیگه داخل بازی. آره گانه دو رو جنگی گذاشتیم داخل بازی. حمید اشکی چین منه، دنگ 1 کدال به شما داخل بازی که شما دست میگیری باز سفته شما تو شما دست اشاره میگیری 7 شما هم تو بازی مافیا که ما رو بیاری داخل دفاعی. این چین ما بود از قضا. یک ذره تلاش نکرد داخل بازی. سیت 7 نشسته بودم یارم بود، چالش رو دادم واسه کاملا ندادم به سیت 1 داخل بازی که یارم بود داخل بازی. آقا ببین تو لوکیشن 57 مافیا داری، ترن معرفه گفتم دیالوگ آقای 7 کی بوده؟ هیچ وقت یارم دیالوگ نمی‌کنم، 5 جمله صد میگم. الیاس اصغری دیروز با دست کیا داشتشون میداد با 58 با هم بیار. قبول داری این حرفو یا نه؟ مرد. من تو بازی شهروندم، من اشکال نداره موسی میگم مافیا. خب چیکار کنم دیگه؟ شما دیگه من چیکار؟ من به نظرم توی 5 6 9 تا مافیاست. چون عزیزم چرا من مافیام؟ دیروز چیکار کردم؟ دیروز چالش بهم نرسید، دستم اینجا بالا بود، تو دروغ میگی. میگه همین چالش نخواسته، در که خواستم. این آقا گفتم چالشم برنگردید، به 8 گفتم گفت 9 گفت نمیدم. 10 من چالش چرا دروغ میگی؟ چرا تو دروغ میگی؟ ترنم گفتم 5 8 مافیا است. کیو نماینده کردم کسی که کارتش با 5 8 درگیر بوده. چی من مافیام؟ علی جان با کی مافیام؟ رای میدم امروز، رای میدم آقا به 5 به 6 به 9 به 10. ماش اینجا قبول داری سالی یا نه؟ ده رو باز کن دیگه، من شهروند تو بازی. مرسی. در 8 نفریم با 4 رای وارد دفاع میشن. از سر صحبت رای گیری میکنم. رای بر شماره 10 3 رای بر شماره 9 2 رای بر شماره 7 1 رای بر شماره 6 2 رای بر شماره 5 3 رای بر شماره 4 رای بر شماره 3 رای بر شماره 1 5 شماره 1 تارگت 6 کاور آقای محمد بفرمایید. داداش وقتی که شهروندی خودت بعد از اول مچین می‌کردی، اگه شهروند نیستی دیگه. الان یک سری آب دارن پوینت شهروندیت می‌خرن، باید بری به همونا تارگت بزنی که پوینت شهروندی داره می‌خره. چرا با اون دیالوگ داری می‌کنی؟ نه تو من فکت متقن تا آوردم. تو بین 6 و 7 و 8 معارفه مگه مافیا نداشتی؟ نرفتی دیگه به این هم تارگت بزنی. بینش باکسش کردی. که مافیاست. این که بعداً اعتماد آقا داخل بازی مافیاست. خودم کارتم شهروند، دیک داره به این آقا میگه شهروند. 3 نفر به این آقا تو بازی یک داریم. یار دو این آقا کو داخل بازی. مهدی متین یار دو این آقا بود. گفت سایت تو شما و آقای شماره 1 داخل بازی رای 2 1 داد به این آقا، به این شماره 10 تو بازی رای نداد. گفت این شهرونده رو ولش کن، این شهرونده رو بازی نکنید داخل بازی. حمید اشکی کارتش تو بازی مافیا باشه فقط خود متذکر زده چنج. این چنجش چیز عزیزم اینجوری باید به الیاس اصغری بگی تو 1 و 4 سایده این حمید اشکی به 4 اینجوری داخل بازی دیالوگ کنه داخل بازی. من که به نظرم تو بازی شهرونده. امروز باید سایدش رو بسازید، می‌خواید به ساید خودتون بکنیش بیرون. خون شهروند خونش مال من، خون مافیا خونش مال شما. وارد روند دفاعی میشین. از همین لحظه عکس نبینم اخطار میگیرین. آیه حمید بفرمایید. ببین آقا شماره 7 که به نظرم شهرونده. چون تفنگ اول جنگی بود، تشریح بود، دفاع کرد که
تفنگ اول بزنی به 8 دور بزنی به 7 پس مثلا 7 شهر 6 و 1% میذارم چون من تک دروغ میسازی نمیتونم بگم کامل مافیا نمیدونم چی چون من ترن معرفی گفتم 4 5 7 واسه 8 نیاد باز فردا چالش آخر گرفتم گفتم بین 5 و 8 مافیاست ببین آقا من به 10 رای دادم به 9 رای دادم هیچ کار دفاعی نشد 7 به نظرم شهروند تو به نظرم به من فکر میسازی شهروند اشکالت کنم به نظرم شهروند به من فکر میسازی تو 4 و 5 مافیا داریم بسم الله به نظرم که تو 4 و 5 تو 9 و 10 است به نظرم شهروند اجا من شهروندم من رای نده من شهروندم بعد دوست دارم نیکس رای دو برای حمید 5 رای بفرمایید رای دو ببینم بعد تو 9 و 10 باز کام اینجوری چنون بدن اگه کارگاهی تو بازی هست چیشو گردن میگیره تو من فکر ساخت خب این اولی مورد تو 9 و 10 به نظرم یک مافیاست تو 4 و 5 یک مافیاست نیکس مرسی شب لطفاً همه ماسک سم وارد بدن آقای شماره 5 شده افرادی که درخواست دادن پادزهر دارن رأی بدن اکثریت مخالف عطار بالا عطار خب پادزهر با آقای شماره 5 تعلق نگرفت لطفا روند بازی رو ترک اعضای گروه مافیا بیدار به تنهایی خب زرهزاد درخواست استعلام وضعیت از روند بازی شما 2 مافیا خارج شد. سر صحبت امروز آقای محمد انتهای صحبت آقای متین بدون چالش بفرمایید. من فکر کنم شهروند نیست تو کل بازی من اولین نفر بودم تنها تو فکر کنم مافیا بود دیگه و اینا سایدی به طور باز نکنم اونا با هم یا فکر میکنم به این همه مافیا بلشون بگید نتیم داشت هر چه بودیم صحبت از این ببین آقای علی محافظ اگه آقای مهدی متین مافیا بود آقای مرتضی اکبرزاده یک نداد خیانت کرد در حق آقای حمیدعلی. من یار حمیدشی نبودم به شما رو دنگ نماینده کنه. مگه برایندش این نبود تو 5 و 8 مافیاست بعد الیاس انصاری رو نماینده می‌کرد؟ شما که برایند 7 و 8 بود داخل بازی، شما رو دنگ یک نه تفنگ رو داد به شما داخل بازی. اینا مهدی متین کارتش مافیاست خیانت کرد به مرتضی اکبرزاده یک نداد داخل بازی. کیا بهش یک دادن؟ من حمیدعلی اینا ناصر کامران که دک داره بهش یک خودش شد. مثلا امروز رای بدید مرتضی اکبرزاده از بازی خارج شد. ببین علی جان قربونت برم چرا میگی مهدی متین بره؟ مهدی متین 2 تا پوینت مثبت داره. روزی که شما داشتی این آقا رو گردن می‌گرفتی دنگ کاپو شما دادی به آقای شمالیس
دیروز مهدی متین مافیا باشه باکس ما شهرونده دیگه، بازی رو نمیبره اونجا. حالا من دیروز چی گفتم؟ گفتم بازی رو ببرید باز روی 1 و 5 خارج شه. گفتم همینجا یه رأی دادم 5، رأی 1 دادم به 5، رأی 1 دادم به 1. پس اینجا یه دونه مافیا بوده، من شهروندم عزیزم، من شهروندم، این آقا شهروند بوده. چرا این مافیای بین این دو تا دوست نداشته دعوا اینجا باشه؟ چرا مافیایی که اینجا بوده دعوا رو اینجا دنده نداده؟ پس بین اون مافیا حالا ببینید که پوینتش بیشتره. امروز آقای مرتضی من برم. آقا ببین کسایی که امروز موزه ندارن دارن میگن مستحکمه جان مافیا بود، رأی دادم، فروختم، میرم کیات، این فیلم من دست نمیدیم جان. رأی ندیم به مافیا، رأی ندیم به مافیا. خواهم خوش منی من که برایت آقای مقدس درست بگیم آقا اون مافیا خونده، گفتن یه دونه مافیا قطعی اونجا، یه دونه مافیا هم اینجا. خب بوده دیگه. الان من چه مشکل داشته برایندم؟ رأی دادم به مافیا. امروز آقای مهدی متین می‌نظرم مافیاست. آقا من شهروندم، به من رأی کسی نمیده، هر چه آقای مقدس گفت. خب ببین داداش، ببین من کاپو شدم در حالتی که داشتم مافیا تارگت میزدم و تو ذهنیت من مافیا شهروند تارگت میزدم دیگه. امیر محمد اونقدر برام با رفتار حمید اشکیل مافیا نیست. الیاس خارج ترم گفت من حمید اشکیل مهدی متین میخوام بیارم، پس منطق چون تو این روند دیگه کاپو شدن بین من و الیاس بود، پس منطقی مافیا آدز بذاره دنگشو به علی مقدس که داره مافیا شهروند تارگت میکنه، دنگو نده الیاس که حمید اشکیل مهدی متین داره تارگت میکنه. میفهمی؟ برای همینه که من مهدی متین برام مشکوکه تو بازی. یعنی اینجوری بگم امیرحسین عابد به نظر تو مافیا بود؟ به نظرم نبود. من فکر نمی‌کنم امیرحسین عابد با اون اصلا من اساس اینکه یه ذره به الیاس مشکوک شدم این بود که امیرحسین عابد داشت دست پاش می‌لرزید به الیاس هم تارگت می‌زد با کارت مافیا. فکر مگه امیرحسین عابد مافیا باشه که مهدی متین شهروند باشه؟ وگرنه حالا من رأی میدم دیگه. شما مثلا به نظرم اگه مرتضی شهروند باشه بازی خوبه تو حیف کردی، چون شما هیچ تاثیرگذاری در بازی نداشتی، 3 روز اونو گردن گرفتی، بازی تو سر مرتضی خراب کردی. حیف کردی. نکست. من رأی میدم هم با آقای مرتضی، اصلا به مرتضی رأی میدم. شما 3 تا. عزیزم آقای علی مهندس اینجا مافیا بوده یا نبوده بین 1 و 5؟ دیروز گفتم آقا اونجا بهتر بوده اونجا برم فریز کنم یا اینجا برم فریز کنم بازی. گفتم اینجا بازی است. یه رأی 1 بینم یه رأی 1 اون بودم تو بازی. نعمت دو دفعه رأی 2 من اصلا دیالوگم با امید یار به یار بوده تو بازی. گفتم تو زمانی که شما نماینده شدی گفتم 1 رو بیار بالا. این مافیا بوده دیروز رأی دادم بهش تو بازی. باز 3 تا رأیش کی بود تو بازی آقا؟ یکی رو من دادم یه دونه اون. خب اون که تو نهودا که مافیاست دیگه. اون خیلی این که میدونه حمید علی پور تو بازی مافیا بوده. ببین مرتضی اکبر چی میگه؟ میگه اینجا 1 حتما، یعنی با دیتایی که 1 مافیا بوده وارد بازی شده نیست. میگه 1 حتما مافیا بوده، من رأی دادم به مافیا، اینا رأی ندادن. اینا شاید این مافیا بوده چون زنی شما که نمیدونه بین اینا کی مافیا بوده تو بازی. خود این با کارت 2 درگیر بوده تو بازی دیگه. من رأی میدم مرتضی شما برو بازی بیرون. پشت دست دوست داری بازی کن، چون کارت خودت میگه به نو تحلیل کنی نمی‌کنی، میخواد پشت دست بازی کنی. توی 6 نفری با 3 رأی وارد دفاع میشن. از سر صحبت امروز رأی گیری میکنن. رأی برای شماره 6، رأی برای شماره 7، رأی برای شماره 9، رأی برای شماره 10، 4-5 رأی دفاع. رأی برای شماره 3، رأی برای شماره 4، 2 رأی. شماره 10 وارد دفاعیه شدن. از همین لحظه اکت ببینم اخطار میگیریم. بفرمایید. ببین آقا من تو بازی شهروندم نکس لول می‌ذارم، من رأی نمیدم چون پوینت منفی میگیرم. من به اون مافیا رأی 2 دادم، لوکیشنام هم درست بوده. گفتم بهتون اگرم من یک فیلم مافیا دارین کیاس منفی. من شهروندم تو بازی. کسی با من سایت بگیره باید اونو بگه بیرون. من 20% مشکوک میشم تازه. نفر بعد من گردن میگیره تو شاید چه 50% مشکوک میشم. به من رأی نمیدید امروزا. باهاتون اینجوری دیالوگ میکنم. علی مقدس نمیشه تو بیای رو برنده خلق این افتضاح. خودش من گفته مافیا، بهش نگفتم مافیا. من رأی دادم مافیا، امروز فهمیدم مافیا. اون آقای کارت من تقریبا من مافیا بودم، رأی دادم تو. رأی نمیدید، هر کی کارت شهروند بود رأی نمیده. مرسی. رأی 2 برای شماره 10. آقا من دادیم بیرون با کارت شهروندی. من مهدی متین رو اول وصیت میکنم چون بلند شدی دارم فکت ساختی. تک مهدی متین رو بعد از من بگیم بیرون. بهتر که رأی دادیم چون اگر تیم شهروند ببره من فوت میکنم. رأی دادم مافیا چه نمیم درسته
به شهروندان خروج ندم. اگه اینم شهروند اگه بابا هم دادم شهروند جان بهترم که نمیره نه شب لطفا همه ماست اعضای گروه مافیا بالا در شب گذشته خداحافظی کردیم با شماره 3 درخواست استلام هست. سر صحبت آقای مهدی متی، انتهای صحبت آقای محمد عزیزی بدون چالش بفرمایید. ببین ناصر دیروز عجیب بهم رای دادی ها. چرا رای دادی با شما در من ها؟ مگه قطعی مافیا 10 نبود؟ چرا بهش با اون رای دادی به من تو بازی؟ من مافیا خیلی باید حالا خراب بشه روز یک دارم اونو کاورش کنم تو بده. گفتم به نظرم اون شهروند درش تارگت نزن. اول نفهمم رفتارش چون اینجوری من این 3 نفر رو با هم تارگت کرد گفتم مافیا نیست. ولی اینجا باید یار بودش نیست. من تو 4 تا حقیقتا رای نمیدم چون 2 تا مافیا بیرون نوازی هم خیلی خوب بود. حتما نمیدونم باشه. پس رای میدم به تو. بری بازی خوبی بود ناصر. روز یک داره شهروند گردن میگیره. اینم پوینت منفی. دیروزم زمانی که این داشت میرفت بیرون داشت سر تکون داره خیلی ناراحت. من از این بره هیچ شات 3 که بهتون میگه تیم از مافیاست دیگه. این آقای شمالی خب من مافیا بودم چرا اونو شات کنم؟ اینجا شات میکنم با 3 میستو میکنم. صدا شما گفت شو شهروندی ناصر بازی خوبتو خراب نکن سر این بیام مهدی متین رو بکنیم بیرون. چرا اونو شات کنم؟ یه دونه از اینا رو شات میکنم تهش هم نمیشینه شاتم اون با اون امروز تو رو میکنیم بیرون دیگه. مهدی متین که حتما مافیایی عزیز دلم دیگه. اصلا بابا شات علی مقدس داره میگه مهدی متین مافیه تموم شد. یه شات داشتیم آقای شماره 3 چی میگفته شما اگه تو مافیا بود بردین چون اون آقای شماره 3 بسته بود که تو مافیایی. پس هیچ اونو شات نمیکنه اگه تو شهروند باشی. اگه شما شهروند بودی هیچ مافیایی ایشونو شات نمیکنه چون علی مقدس بسته بود تو مافیایی. پس یه دونه علی مقدس برای خوردن شما چرا باید اون شات کنه که امروز یکی دیگه مشروط بشه؟ مهدی متین 4 تا رای بدید. مهدی متین میاد مهدی متین میره. نامش این مافیا بود جایی که یار اگه حمید اشتیل به نظرت مافیا بوده این آقا با یک کارتش مافیا باشه با یک ندادن به مرتضی اکبرزاده خیانت کرد به حمید اشتیل. امیر حسین عابد تو بازی مافیا بوده باشه ایشون عابد که هستن به نظر من بده که هست نه آقا چون که برای بازی کلا حالا میدونی برای چی داشت کار میشه مرتضی خیلی خوب داشت بازی میکرد به نظر خوشم خیلی خوب داشت بازی میکرد جاش لوکیشن شهرمند تارگت میکرد مافیا هم داشتن کاورش میکردن برو داشت اینو کاور میکرد امیدو داشت چی میگو بین باکس 2 و 3 مافیا یه شما بیشتر درجه حالا بریم کیاس آره از سر صحبت امروز رای گیری میکنم با 2 رای وارد دفاعی میشه. رای بر شماره 4 رای بر شماره 9 رای بر شماره 7
رای بر شماره 6. شب لطفاً همه خواب. مافیا بالا. جادوگر به تنهایی. خواب زره ساز. خواب کاراگاه. کیاس 1 دقیقه و 30 ثانیه بفهم. ببین آقا من 30 ثانیه صحبت. ما روز 1 و 2 که یه دونه تارگت نخوردیم. درسته؟ یارمون رو داشتن تارگت می‌خوردن نشستم نگاه کردم. همه‌شون رفتن از بازی بیرون. زمانی که آقای ناصر کامل شما با 10 بازی درگیر بودی، کارت دست شهروند داشتی شهروند تارگت می‌کردی، ما گفتیم نه. دوست ندارم اونجا درگیر بشم. سیف سایت واسه دنی 1 و 5. که باز با کارت خودم نمی‌تونستم بگم سیف سایت اگه مافیا بودم. بعد گذاشتم پشت این آقا مگه شهروند نبود توضیح میرفتم گفتم یک هست مافیا دیگه سایت نمیذاشتم اگه مافیا بودم ولی باز زیر شهروند گفتم اتفاقا بینشون تو بازی من چرا مافیام پس مافیا منو نیوردی چون من دیدم این داره 4 تا شهروند تارگت میکنه رفتم گردنش گرفتم آره یا نه این 8 یار من بود 2 داشت گردنش گرفت 3 داشت که گفت فقط رنگ میدن علی مقدس من مافیا بودم نبودم دیگه حتما اصلا دیروز یه فکتی آوردم اشتباه دیروز رای ندید فکت متقن بود علی مقدس یه شهروندی بوده که داشته یه شهروند من گفتم شهروندی یه شهروند داشته یه شهروند گردن گرفته چرا باید شات بشه چرا اون باید شات بشه وقتی میگه شهرونده خب من مافیا میدونم علی مقدس من 3 روز شهروند من چرا باید شات شما باید خب معلومه فشار از خودت برداری که این دیگه اصلا دیروز نباید رنگ بدن شما تو یک مگه گردن نگرفتی من به شما گفتم شهروند من ولش کن علی مقدس کاپوش کردم گفتم اینو نیار توی 8 10 بیار اشاره می‌کردم 8 می‌خواست تو رو بزنه دیسلایک میدادم 8 رو بزن از شهروند باشی که فقط شما دست بدی همه ما هستیم بشین از به ترتیب سر صحبت روز 1 آیه شماره 4 شهروندتون با عدد به من نشون بده مرسی دیدم آیه شماره 7 آیه شماره 7 شهروندتون شماره 9 آیه شماره 9 شهروندتون شماره 7 شهروندی آیه شماره 7 تایید نمیشه تبریک به مافیا با چی کار کنم داداش 3 روز تو رو کاور کردم چرا